پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان روز 3 آگوست سال 2024 در جریان سفر کوریش به شهر نورک در مراسم بعد تجدید دوباره مورد استفاده قرار دادن چرخ چهارم نیروگاه بزرگترین جمهوری اشتراک کرد. کارهای تجدید و نوسازی نیروگاه آبی نورک سال 2019 آغاز گردیده برای انجام این لایحه 35 میلیون و 139 هزار یورو روانه کرده شد. اقتدار تولید گدر اگریگات چهارم نیروگاه بعد نوسازی در یک شبانه روز 8 میلیون و 266 هزار و 519 کیلووات ساعت نیروی برق می رسد. این حال مرحله یکم کارهای نوسازی در نیروگاه ادامه داشته در دایره آن تجدید 3 گدر اگریگات دیگر نیروگاه، تجهیزات اساسی و یاری رسان آن، عوضنمایی 27 کران باربردار، نوسازی 3 حلقه برقی کمپلکس زیر زمینی، عوض لیفت‌ها، تعمیر دربندهای بیف پایان، تجدید دربندهای کوروی، نوسازی استانسی‌های نسوسی نیروگاه، تجدید سیستم اداره و نظارت به انجام رسیده شده. در مجموع نیروگاه نورک تقریباً مورد نوسازی کلی قرار خواهد گرفت. تا امروز در دایره لایحه بغیر از پورا نوسازی گردیدن 2 گدر اگریگات نیروگاه همزمان دستگاه تقسیمات کشوده 220 و 500 کیلوولت به دستگاه تقسیمات پوشیده الگازی عوض کرده شده است. حالا در نیروگاه نورک کارهای آمادگی برای نوسازی چرخ نوبتی با جلب کارمندان و متخصصان شرکت اندریست و شرکت توجک SGM ادامه دارد. چرخ یکم نیروگاه نورک بعد از نوسازی 24 اکتبر سال 2020 مورد استفاده قرار داده شد و حالا با اقتدار 375 میگاوات فعالیت دارد. سال 2019 برای مرحله یکم بازسازی نیروگاه نورک تقریباً 350 میلیون دلار جدا کرده شد که از این مبلغ 225 میلیونش را بانک جهانی، 60 میلیونش را بانک آسیایی سرمایه گذاری های اینفراستراکتوری و 40 میلیونش را بانک رشد اوراسیا ارائه کردند. مرحله یکم بازسازی که از جمله بازسازی 3 چرخ نیروگاه را فرا می گرفت باید تا سال 2023 انجام داده می شد ولی کمی طول کشید. بانک جهانی برای مرحله دوم بازسازی نورک که باید از سال 2024 تا 2028 ادامه یابد و بازسازی 6 چرخ باقی مانده نیروگاه را در بر بگیرد 65 میلیون دلار جدا کرده است. نیروگاه نورک با سربند بلندیش 300 متر و 9 چرخه و اقتدار تولید 3000 میگاوات نیروی برق در یک سال بزرگترین منبع تامین نیروی برق تاجیکستان به شمار می رود. بعد تجدید و به کار درآوردن چرخ چهارم این نیروگاه مردم را در تاجیکستان کمی امیدوار کرد که شاید در زمستان امساله لیمیت برق سبکتر شود. اما وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه‌زاده در نشست خبری اخیرش گفت لیمیت برق در جمهوری تا زمان بنیاد نیروگاه روغون باقی میماند.